بار دیگه این آخرین ضبطه. بریم. الان یه موتور میاد. خیلی خوب. اولین سوالی که بعد خرید پرنده به ذهنت میاد چیه؟ خواهش میکنم اسمشو درست بگو. اسم این پرنده هلیشات هلیکم نیست، اسمش درونه. خاک میره داخلش و برد ما رو خراب میکنه. حرفه‌ای‌ها رو دستشون پرواز میدن. من از این حالت استفاده میکنم به کمک ایربگی دارم و الان ارتفاعمون رو زیاد میکنیم. و از این صحنه بسیار زیبایی که بله تنظیماتش هم اینجا درست نیست. بخش اول که خیلی مهمه بخش پرواز با خود پرنده است. یاد بگیریم با پرنده چجوری پرواز کنیم. آیا میشه با این پرنده بدون مجوز پرواز کرد؟ خیلی عجیبه، خیلی. یا آموزش اصولی و درست یا از دست دادن پرنده. من قراره یه سری تجربیات کاربردی رو بهت بگم. بخش دوم که خیلی مهمه بخش تکنیک‌های تصویربرداریه. الان که میتونیم خیلی راحت با پرنده‌مون پرواز کنیم، چجوری تصویرهای نرمی بگیریم و تصویرهایی بگیریم که از دیدنش هیجان زده بشیم. من قراره کلی تجربیات کاربردی بهتون بگم که تو هیچ کلاس و آموزشگاه اونا رو نمیشنوید. یا آموزش درست و اصولی یاش یادم رفت یا چی؟ صبر کنیم فکر کنم. این پرنده نیاز به پلاک داره. میتونیم بدون پلاک پرواز کنیم. چه عواقبی داره برامون؟